سلام و درود خدمت تمام شما ناظرینان. انشالله که خوب و صحتمند باشین و حال هوایتان مثل امروز گرم، آفتابی، زیبا و روشن باشه. اما قدرم گرم نیم. خوب دوستان عزیز، ما در چهارراهی میگم سرک میدان هستیم. میخوایم به طرف چهارراهی سرک پنجم تیمنی بریم. ویدیو را در اینجا شروع کردم چون این ساختمان بسیار زیباست دوستان عزیز. چقدر مقبول است، چقدر عالی است. ببینید ساختمان مولانا جلال الدین محمد بلخی بسیار بلند هم است، بسیار مقبول و زیبا هم است. هوای کابل رو ببینید دوستان عزیز چطور پاک است و زیبا و مقبول. و سرک میدان هم از اون سرک هایی که موتر دیگه خود ایلا میته و تا چهارراهی نبیه مشکل براش پیش نمیشه و تو میدونه. میگه سرک میدان دوستان عزیز موتروان ها بسیار خوش دارن و خاطر سرک است که آزاد است. و تا هر چقدر بخواین میتونن رفته، خصوصا از چهارراهی شهید به اون طرفش تا که جمپ و تلاشی نیایه. سرک آزاد است. و به هر صورت دوستان عزیز درخت‌ها رو ببینید چقدر زیبا و چقدر مقبول. بلند شده، چند سال پیش تمامش خرد بود و تازه شانده شده بودن. وسط‌ها رو دوستان عزیز تازه آبیاری کرده. نزدیکش اگر بریم اما جایش تر است. فکر کنم صبح آبیاری کرده باشیشون شهرواری کابل. و چقدر زیبا درخت کویم بین میدان دوستان عزیز، بین سرک میدان. این بیارای من دستفروش هستن و اینا میبینیم در تصویر دیگه یکیش کرم آورده و فروش و این هم کرم از در دو کروچی کرم است. بسیار خوب. در دوستان عزیز مرکز تخصصی کاشت موی وی آی پی است، اما من راستش یک بار داخلش رفتم. به یکی از مشکل یکی از نزدیکای ما داشت وی آی پی نیست، یعنی فقط یک چند اتاقک است، یک دکتر بس خلاص. در پهلوی شما قیومی پلازا رو میبینین و همچنان در پهلوش انستیتوت علوم صحی امیده که همو لوحیش خنده و پاره شده و ساختمان های بلند دیگر که در پهلوی از او شفاخانه اطفال معصوم مصطفی هست که چند نمایندگی دیگه هم داره. نمیفهم همی اصلیش هست یا نیست. قبلا همیشه اصلی بود، من یادم است، خاطر چند بار مریض ایجا آوردیم. اما چند جای دیگه من نامش دیدیم که زده شده و این ساختمان مثل سابق چی نیست دوستان عزیز. چه قسم براتون بگویم، تو مریضدار نیست. شما اگر پایینش ببینین دو سه تا موتر هم نیست. اگر سابق می بود چون اطفال زیاد مریض میشن باز خصوصا دی گرمی هم پایینش موتر پر می بود دیگه. این معنی را میته که به احتمال زیاد شاید نباشه و ملوحیش کنده نشده و موتو مانده. او طرف هم دیگه دوستان از دورتر زایان تاور رو میبینین که یک تاور بزرگ و زیبا و سفید رنگ است. گرمی زیاد از دوستان عزیز، آفتابم سوزان همین 2 دقیقه را میگردی میسوزونیم. بیاداری موسیقی کنیم به زیر سایه، هر کدومش سایه رو گیر کرده خود انداخت قرار کرده تمامش کاربار میکنن. همینجا زیادترشون موتر شویی میکنن. در همین لب جهرو طرف دوستان عزیز جر است و چهارراهی پایین هم چهارراهی اسپا یا چهارراهی قوای مسلح یا چهارراهی لب جر به مسئله یا میانه میگنشه. آفتاب میسوزانه آدم دوستا، آفتاب میسوزانه، بعد رقم میسوزانه. خب به هر صورتش این نزدیک رضایان تاور هم رسیدیم دوستان عزیز. و روبروی ما هم دوستان عزیز در نزدیکی ما چهارراهی سرک پنجم تایمنی هست. همون ساختمان سفید رنگ و زیبا و مقبول است که براتان گفتم. خب دوستان عزیز ما کم کم رسیدیم به چهارراهی سرک 5. ما ویدیو اینجا تمام نمیشه، چهارراهی سرک 5 مکمل میبینیم. هتل زیبای قصر شاهی رو میبینیم
اما میخوایم اصلا بگویم این ویدیو خلاص دوست داریم ویدیو بعدی از کجای کابل باشه، بریم طرف تایمنی پروژه تایمنی یا بریم طرف چهارراه شهید یا دور بخوریم طرف سیراهی خواجه بغرای کابل، خودم طرفه هر طرف شما دوست دارین بگوین ما مو طرف میریم. اما همیشه میگم دوستان عزیز کانال رو سابسکرایب داشته باشین و به دوستایتون معرفی کنین. ما ذره کابل با مفصلا بگویم دیگه با چی مفصلا و کامل براتون نشان میتیم و توضیح میتیم چی جور شده چی نشده و کابل به کجا رسیده. به خاطر که چاش از دوستان عزیز ترافیک هم دیگه خود انداختین، ترافیک ها نیست، هیچ سرک بند نیست، اون هست ترافیک ها از ببخشید ترافیک ها هست اما سرک ها بند نیست، هر کی هر طرف رفت میره چون بیربار نیست و ضرور نیست باشن و واقعیتش دوستان عزیز می آفرین نمی ترافیک های عزیزم، آفرینشون و صد آفرینشون که کار میکنن و در آفتاب سوزان از صبح تا شب و حتی روزای رخصتی روزای عید که گذشت تماما حاضر بودن و در وظیفه بودن دیگه. واقعا باید ما افتخار بکنیم و قدردانشان باشیم. البته چون یک ذره بی‌حوصله هستن دوستان عزیز چی میگن بسیار غال مغال میکنن سر موتروانا، یگان دانش حساب موتروانا رو خراب میکنه. خب به هر صورت این چهارراهی سرک 5 تایمنی دوستان عزیز، اونم سرک 5 تایمنی، یعنی میره پروژه تایمنی و این ساختمان چقدر مقبول از دوستان عزیز، چقدر زیبا. ببینین رنگش ببینین، زیباییش ببینین، اما دیزاینش ببینین که کار شده چقدر زیبا و مقبول است. میبینین دوستان عزیز بسیار زیبا و مقبول کار شده، بسیار بزرگ هم است و اما تو زیبا و مقبول هم کار شده. دو طرفش هم قصر سفید از دوستان عزیز که واقعا زیبا و مقبول کار شده. یک ذره یکی طرف بریم که موتر نزنیم و نتیجه میبینیم. ما این ساختمان واقعا جلب توجه کرد مرد دوستان عزیز چون بسیار مقبول است. ببینیم بسیار بزرگ هم است. این ساختمان ها دوستان عزیز نمود شهر کابل میکشن. و در پلوش هم تالار قصر سفید و در پلوش هم قصر تاج امپراتور، دو هتل عروسی یا دو تالار عروسی در یک جای. او طرف سرک هم از دوستان از او طرف هم دور میخوریم، تشویش نکنین. قصر سفید از دوستان عزیز و در پلوش هم قصر تاج امپراتور که فکر کنم امشب چی دارن، محفل دارن و نان آمادگیشون از امیال میگیرن. و این طرف هم دوستان عزیز باش ما زیر سایه بیاییم تالار عروسی قصر شاهی. چه هتل مقبوله، چقدر زیبا و چقدر عالی است. ببینین براتون نزدیک هم کنم، واقعا از هتل‌های زیبا و مقبول شهر کابل از دوستان عزیزی هتل و بسیار واقعا مقبول ساخته شده و رنگ نمودش کونام نشده و البته یاد دوستان عزیز در شب نمای خاص می داشته باشن. خب دوستان نهایت عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی. همتون به الله متعال می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.